اهل جامعه ولایت سوخت جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای کلان، افتخار و سربلندی استقبال و تجلیل می‌نمایند. با مناسبت 30 سالگرد استقلالیت دولتی در خیابان مرکزی میدان نشان و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند پرد حربی برگزار گردید. با این مناسبت خیابانی به نام رحمان نبی و شهر خوجند ادانه آرای یافته نمایندگان قشرهای گوناگون اهل جامعه جمع آمدند. بعد اجرای رسمیات آمادگی جزو تامها سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داد. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان معاون اولی سروزیر جمهوری دولتعلی سید و رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده خدمتچیان حربی سابقه‌داران خدمت حربی و نمایندگان اهل جامعه ولایت را از نام سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تبریک نمودند. تاکید یافت که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دوره بسیار مرکب تاریخی تأسیس یافته از امتحان‌های جدی گذشته است. خدمتچیان حربی فرزندان شجاع و شرفمند وطن در حمایت استقلالیت دولتی سهم ارزشمند دارند و قرض فرزندی خویش را بهر حفظ مرز و بوم تاجیکستان تامین امنیت و ثبات و آسایش خلق سربلندانه اجرا می‌نمایند. پرد حربی در شهر خوجند با اشتراک هیئت شخصی جزو تامهای گارنیزون سوخت، کارمندان مقامات حفظ حقوق، ساختارهای نظامی و ذخیره‌های سفربری برگزار گردید. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی تأسیس یافته و نیروی با اعتماد و توانایی حفظ مرز و بوم وطن تبدیل یافته است. افسران و سربازان قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال قرض فرزندی خویش را در نزد وطن مادر، خلق تاجیک و دولت صاحب اختیار تاجیکستان با احساس گرم وطن دوستی سربلندانه اجرا می‌نمایند. دولت و حکومت تاجیکستان و خلق صلح دوست و سازنده تاجیک در سیمای خدمتچیان حربی حامیان جسور و سربلند مرز و بوم وطن، محافظان با اعتماد امنیت دولت، آرامی و ثبات جامعه و دستاوردهای استقلالیت ملی خود را می‌بینند. با تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان بهر بلند برداشتن اقتدار مدافعوی دولت با خدمت صادقانه و با شرفانه هیئت شخصی در دوران صاحب استقلالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تحکیم یافته نیروهای قابل حفظ وطن به کمال رسیدند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر و ناحیه‌ها بنای و انشاءات قسم‌های حربی ساخته بهر از نوسازی اینفراساختار قسم‌های حربی و فراهم آوردن شرایط‌های معیاری آیین‌ناموی جزو تام‌ها تدبیرهای زیاد عملی گردیدند و شرایط و اینفراساختار قسم‌های حربی قشون‌ها و طلبات معیاری زمانوی مطابق کرده شدند. در پرد حربی کارمندان مقامات حفظ حقوق ولایت سوخت آمادگی خویش را بهر پیشگیری از همه خطر و تهدیدهای بیرونی تامین ثبات و آرامی جامعه نشان دادند. کارمندان مقامات حفظ حقوق بهر حفظ صلح و آرامی قوای دلپر و اعتمادناک جامعه میباشند. در پرد حربی ذخیره‌های سفربری هیئت احتیاطی از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با آمادگی کامل همچون نیروی بزرگ حفظ مرز و بوم وطن شرکت ورزیدند. در ولایت سوخت بهر بلند برداشتن ملکه و مهارت آماده باشی ذخیره‌های سفربری هیئت احتیاطی تدبیرهای دائمی از جمله جماعت‌های حربی تعلیمی، مشق‌های نظامی با استفاده از طرز و اصول‌های معاصر گذرانده می‌شوند. تکنیک‌های حربی یک قطار جزو تام‌های حدود ولایت سوخت اقتدار مدافعوی قشون‌ها را نشان تکنیک‌های آبی در سردریا نمایش داده شدند. پرد حربی خدمتچیان حربی کارمندان مقامات حفظ حقوق و هیئت ذخیره‌های سفربری ولایت سوخت نیروی و صداقت، شرف و سربلندی محافظان مرز و بوم وطن و دستاوردهای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را تجسم نمود.